که آیا درست است صدقه کردن به حیوان یا نه؟ هر خیری که هر احسانی که عادی ترین نیکی که از دست انسان میبراید به کسی یا به چیزی میرسد صدقه شمرده میشه. یا معالجه کردن انسان یا معالجه کردن حیوان. مثلا با انسان اگر با اشکال گرفتار شود از نگاه سلامتیش یا از نگاه مثلا کمبود ذاتی و غیره، یا حیوان با مشکلات گرفتار شود، رهایی هر دو از همین مشکلات بهترین صدقه است. اگر به موضوع اول بر بگردیم که زکات اگر نداد چی پیامده می شود، در تعلیمات آمده است که اگر صاحب زکات قدرت دارد، نصاب دارد، علم و عقل دارد، سرمایه دارد، زکات نداد، به هر مثلا منع زکات قطره باران از آسمان منع می شود. این چی معنا دارد؟ غضب خداوند می شود اگر دارنده دارد صلاحیت خیر کند و نمی کند، بخیلی می کند. از طرف دیگر در حدیث آمده است که صدقه غضب پروردگار را خاموش می کند. ببینید چقدر یک جهان معنی دارد. صدقه رد بلا، این به قول رسول خدا، به قول قرآن است، به قول مردم است. هرچی مردم میگن از همین میگن که مثلا رد بلا چی گفتن دیگه؟ هر مصیبتی که هر مشکلی که به سر انسان میآید یا آینده باشد، همین صدقه همین را بر رد میکند. از همین سنجش، از همین امتحان، از همین کلفت، از همین مشکلی امین میماند. برای همین که در حدیث آمده است که صدقه رد بلا، یا که مثلا صدقه غضب پروردگار را خاموش میکند، حتی تا جایی که پیامبر میگوید صلی الله علیه و سلم که بیمارهاتون با صدقه درمانی کنید. ولی در عقل انسان جا نمیگیرد که بیمار در بیمارستان است یا در خانه خواب است، چی ربطی به صدقه دارد؟ این مفهوم معنوی دارد. ما اعتقاد سالم داریم و میدونیم که شفا دهنده یک ذات است، برای واسطه است. واسطه دکتر میشد، واسطه دارو میشد، واسطه قرآن میشد، قرآن شفا و رحمت است. همه اینا واسطه هستند. لیکن ما یقین میدونیم که مثلا صدقه یا دعا رد نمیشود.